به برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان همگی 3 ماه مانده است. اما تا به حال در جامعه 9 میلیون نفره تاجیکستان به کم کسی روبرو میشویم که از انتخابات حرف زند. چند پیش حکومت 5 نفر سابقه داران حزب خلق دموکراتی را از حزب خارج نمود و ریاست کمیسیون مرکزی رایپرسی و انتخابات را گویا از حساب بی‌حزبان شکل داد. به شخصان صادق به سیاست حکومت امروزه جامعه بی‌حزبی پوشانیده به کرسی مرکزی رایپرسی و انتخابات برده شیناند. به جامعه با همین حال درک داد که حکومت هیچ انتخابات شفاف و دموکراتی برگزار کردنی نیست. با همین تربوز از بغل جامعه شهروندی افتید. اشتهای نداشته مردم برای شرکت در انتخابات بیش از پیش مرد. امروزها حکومت کوشش دارد با کمک چندی از احزاب کیسگیش انتخابات را گویا دموکراتیک و شفاف در فضای گوناگون اندیشی برگزار می شده جلوه دهد. الکی با کمکش احزاب کیسگی کمر بستند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان اعلان کرد که تصمیم دارد برای دریافت نه کمتر از 10 کرسی وکیلی و تأسیس فرکس در پارلمان در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی مبارزه میبرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به خبرگزاری از پلیس گفت از حوزه های انتخاباتی یک ماندتی و روی خط حزبی حزبش نه کمتر از 15 اعضای حزب سوسیالیستی تاجیکستان را پیشبری کردنی است. زمان دقیق برگزاری انجمن پیش از انتخابات حزب دهه اول ماه دکبر معلوم می شود. از حوزه های انتخاباتی یک ماندتی و روی خط حزبی ما نه کمتر از 15 اعضای حزب سوسیالیستی تاجیکستان را پیشبری کردنیم. عین زمان حزب سوسیالیستی تاجیکستان به انتخاب نامزدها مشغول است. طلبات اساسی برای نامزدها از حزب ما آگاه بودن از جریان قانون‌آفرینی، وطن دوستی و شناسایی نزدیک با مشکلات انتخابات کنندگان می باشد. با استفاده از فرصت اینجا باید ذکر کنیم که حزب سوسیالیستی تاجیکستان یک تاریخچه عجیب دارد و آن 15 ایون سال 1996 در انجمن حزب خوجند با ابتکار ادوکت معروف سابق رئیس شورای عالی سفرعلی کنجیف تأسیس یافته بود. اول سال 2004 حزب به 2 جناح تقسیم شد. یکی از جناح‌ها با رهبری عبدالحلیم غفاروف رئیس جمهور امامعلی رحمان را دستگیری کرد و جناح دیگر تحت سروری میرحسین نظریف موقع مخالف حکومت را داشت. هر 2 جناح هم میخواستند نام حزب سوسیالیستی تاجیکستان باشد، اما وزارت عدلیه زیر این نام جناح عبدالحلیم غفاروف، همانی که خود را سرسپرده سیاست امامعلی رحمان اعلان کرده بود، ثبت نام کرد. تا حال این حزب هیچ یک موقع مخالف با حزب حاکم را نداشته است. با وارد کردن 15 وکیل چی تغییراتی در پارلمان خواهد آورد؟ زنده باشه میبینیم. خود حزب حاکم خلق دموکراتی باشد الکی آمادگی خود را جهت برگزاری انتخابات پارلمانی آغاز کرده است. امروز در شهر دوشنبه در کنفرانس 18 حسابات انتخاباتی کمیته شهری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان علاوه بر بررسی مسئله های جنبه های گوناگون فعالیت کمیته های اجرایی حزب، عاید کارهای تشکیلی و آمادگی به معرکه های سیاسی انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس های محلی وکیلان خلق حسابات داده شد. طوری از برگزاری این کنفرانس رسانه های دولتی گزارش دادند برمی آید که همه گفتمان ها به قول از روی سناریوی پیشینه است و برگزار شدن یا نشدن انتخابات برای اعضای حزب حاکم 2x2 است. یگانه حزب سیاسی رسمی که بیشتر از خود همچون یک حزب دارای پرینسیپ نشان می‌دهد حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است.
اون هم باشد خیلی سیاست خود را احتیاطکارانه پیش میبرد. از صحبت پروفسور شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که با پیام داشت، برمی‌آید که این حزب هرچند کوشش دارد در انتخابات پارلمان شرکت کند، ولی تا به حال شکل شرکت در انتخابات را این حزب معین نکرده است. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این باور است که شرکت فعالانه حزب سیاسی مخالف به دایره رهبری کننده حکومت تاجیکستان خوش نمی آید و در حال بالای این حزب تضییق و فشار پیاده می شود. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان همچون سازمان اجتماعی و سیاسی و با نمایندگی از قشر معین اجتماعی تاجیکستان بدون شک باید در این انتخابات ها حضور داشته باشد. ولی باعث تأسف است که تفاوت میان طلبات قانونگذاری، اسناد حقوق بین المللی، عهدهداری های تاجیکستان و تجربه سیاسی خیلی زیاد است. بنابراین اگر به طور مشروع و شفاف فعالتر شویم با در نظر داشت تجربه سیاسی، این باعث نگرانی دایره های معین حکومتی می شود. از این خاطر سطح فرهنگ سیاسی ما و اراده سیاسی ما تا آن درجه نرسیده است که آشکارتر از هدف ها، وظیفه ها و استراتژی تاکتیک اشتراک در این انتخابات ها حرف بزنیم. شاکرجان حکیموف میگوید اگر حزبش در پارلمان راه یابد، پیش از همه جامعه شهروندی و مردم عادی از این برد میکنند و خواسته های مردم در منبر پارلمان بررسی خواهد شد. اگر به روند انتخابات دخالت نشود و ترتیب مقرر شده رعایت شود، احتمالیت زیاد است که حزب و نمایندگان آن همچون نامزد طریق رویخط یگانه حزبی و طریق حوزه های یک مندتی می توانند وارد پارلمان شوند. ولی آنچه که عیان است حاجت به بیان است، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پتانسیل انتلکتوالی یا نیروی ذهنی، شخصیت‌های با استعداد، دانشمند، با فراست و خیرتمند را دارد که همزمان مهارت سخنوری نیز دارند. آنها نه تنها در ساحه حقوق، اینچنین سیاست، اجتماع، اقتصاد، حربی، امنیت و غیره تصورات خوب دارند و از وارد شدن نمایندگان حزب سوسیال دموکرات به پارلمان و عموما مقامات نمایندگی حاکمیت دولتی فقط جامعه و ملت برد میکند، زیرا که ما واسطه مهم و تأثیر بخش میان نهادهای دیگری دولتی و جامعه شهروندی شده میتوانیم. رهبر دیدبان حقوق مهاجران در روسیه، عزت امان، که میخواست با ثبت نام کردن حزب سیاسی نو با عنوان تغییرات، اصلاحات و ترقیات در معرکه های سیاسی تاجیکستان با دستگیری مهاجران کاری مبارزه برد، در صحبت با ما گفت خیلی امید داشت که تا انتخابات امکانیت به قید گرفتن حزبش شاید وجود داشته باشد. اما حالا باشد با توجه به کردارهای سیاسی حکومت تاجیکستان به این خلاصه رسیده است که در تاجیکستان انتخابات شفاف برگزار نمی شود و هیچ یک حزب مخالف دارای برنامه‌های مردم سالاری به معرکه انتخابات راه نمی یابند. قبلا خیلی امید داشتیم که تا انتخابات ها امکان به قید گرفتن حزب شاید وجود داشته باشد، ولی این اواخر برای ما معلوم شد که جانب حکومت یعنی این امکان برای ما نخواهد داد. با نشر آن همون ویدیوهایی که در یوتیوب بر ضد ما و هشدارهایی که به ما دادند، برای ما معلوم شد که
ما این امکانات نداریم. بنابر همین حزبی که انشاءالله ما علاقه از تأسیسش خبر دادیم کار خودش دوام میتید. ما هم چی بگم دیگه، یعنی امید نداشتیم که من همین انتخابات ها، نه، ما گفتیم که حزب عمر دراز دارد و اگر این انتخابات نشد انتخابات دیگر و انتخابات سالهای دیگر حزب داخل خود چهره‌های سیاسی را پرورش کرده به جامعه پیشنهاد میکند و شاید در یگان انتخابات هایی که اگر انتخابات واقع گردد در تاجیکستان، انتخابات واقعی، نه این انتخابات پارلمانی و بعد رئیس جمهوری و دیگر، نه، یگان وقت، یگان سال اگر در تاجیکستان این امکانات به مردم داده شود که در انتخابات ها شرکت کنند، البته انشاءالله ما شرکت خواهیم کرد. ولی در این انتخابات های پیش آمده فکر نکنم که ما امکانات داشته باشیم. در 2 دهه اخیر انتخابات های تاجیکستان در حال برگزار می شود که نیمی از شهروندان دارای حق رای در تاجیکستان زمان برگزاری انتخابات نمی توانند شرکت کنند چون در مهاجرت کاری هستند. حصه بزرگ رای دهندگان که در مهاجرت کاری هستند شرایط موافق برای آنها برای دادن رای مهیا نمی شود. به طور مثال از 85 سوبیکت فدراسیون روسیه تنها در 3 یا 4 سوبیکت شرایط آوازدهی برای مهاجران مهیا کرده می شود و خلاص. بر ضمن این کم مهاجران را پیدا کردن ممکن است که با خواهش تمام کار خود را یکسو گذاشته به آوازدهی روند. چه خیلی که در داخل کشور همگان انتخابات را یک بازی نتیجهش پیشکی حل شده می دانند و شرکت در انتخابات را بیهوده می دانند، در خارج نیز مهاجران به همین اندیشه اند که انتخابات در تاجیکستان یک معرکه سیاسی بیهوده است و از آن بجز یک دایره حاکم به مردم فایده نیست. ما سالهای آخر دیدیم که در چند دوره های انتخاباتی بودن که در روسیه مهاجران در آن اشتراک کردند ولی آنها فعال نبودند، چون که خود میدونیم که در حدود شهرهای کلان اصلا جای انتخاباتی، جایهای آوازی شده بودن و ما میدونیم که مهاجران در تمام روسیه هستند و روسیه زیاد از قریب 90 سوبیکت رژیون بسیار دارد، ولایت های کلان دارد و از این خاطر تمام مهاجران نمیتوانند در آن اشتراک کنند، چون که یک روزی کاری آنها که اگر کار نبرند آنها را از کار اخراج میکنند و عموما مهاجران چنین یک فکر دارند که به ما هم این مسئله ها حل میشن و آواز آنها رول بازی نمیکند و خود یک قضاوت کنند که سالهای گذشته هم وقتی که آواز دادن حداقل شاید حدودی 2000 خیلی بگذار در تمام روسیه 20000 آواز داده باشد که اگر که حدودی مقدار مهاجران با حساب پستی که از طرف تاجیکستان گفته می شود که در وقت آوازدهی میمونند در روسیه، این حدودی 300-400 هزار هم در بر گیرد. اگر این 20000 آواز یعنی نلکه همون 5-6% از حساب عمومی مهاجران می شود که اگر که در مقیاس جمهوری گردانیم این 1% کمی می شود که شاید که ممکن 1.5 دو حتی 1% هم در مقیاس جمهوری نمی شود. از این خاطر فکر کردن در اون باره که مهاجران کاری فعالانه اشتراک میکنند و از آواز آنها چیزی وابسته است، این عموما کاملا نادرست است. همینطور با مصرف میلیون ها دلار در تاجیکستان یک مسحکه سیاسی در پیش است. حکومت در حال برای انتخابات از بودجه میلیون ها دلار جدا می کند که علاقه پیشکی نهایت آن را خودش طرحریزی کرده است و به هیچ کسی یا سازمان سیاسی حق نمی دهد که بدون رضایتش در انتخابات برنده شود یا شرکت کند. البته درباره انتخابات پارلمانی تاجیکستان دیگر حرفی برای گفتن نمانده است تقریبا، زیرا حکومت با تأسیس کمیسیون انتخاباتی که پیشتر اعلام کرده بود
الکی تصمیمش رو درباره انتخابات آینده مشخص کرد. یعنی کمیسیایی که عبارت از افرادی است که همه آنها سابق اعضایان حزب خلقی دموکراتی هستند، این خود بیانگر آن است که انتخابات چگونه می‌گذرد. یعنی یک انتخابات با تقلب، ناشفاف و بر اساس خواسته های همون یک نفره که قبلا می‌گذشت. از طرف دیگر رحمانوف در این انتخابات رو همچنین باز یک مرحله دیگری می‌داند برای سر قدرت آوردن آینده فرزندانش. کدام یکی از فرزندانش اگر به قدرت هم برسند با این انتخابات پارلمانی بی‌ربط نیست. بنابراین رحمانوف می‌ترسد که یک انتخابات شفاف و آزاد رو برگزار کند، حتی اگر در آن انتخابات مخالفین واقعی حضور نداشته باشند هم. و برای مثال اگر در رحمانوف می‌ترسد که یک انتخابات شفاف برگزار کند و در آن شخصیت‌های قوی و آزاداندیش وارد پارلمان شوند و در آینده توانند آنها احتمال دارد آنها توانند یک چالش‌های جدی را برای حکومت آینده او، برای اگر یکی از فرزندانش هم سر قدرت بیاید، احتمال دارد که بتواند برای آنها دردسرهایی را ایجاد کنند. و به همین خاطر شدیداً انتخابات مهندسی شده برگزار می شود و همان کسانی به پارلمان راه می‌یابند که مخصوص خود رحمان می‌خواهد و این از انتخابات‌های گذشته نه تنها فرقی نخواهد کرد بلکه بدتر از آنها هم خواهد گذشت. طور باباجان قیومزاد قید کرد چگونه انتخابات شفاف و مردمی می‌گذرد، در حالی که الکی در سازمان دادن کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تقلب شد و سابقه‌داران حزب حاکم به حزب شده عضو بی‌طرفی کمیسیون مرکزی رایپرسی و انتخابات شدند. چگونه انتخابات شفاف، دموکراتی و با اشتراک فعالان احزاب سیاسی مخالف می‌گذرد، در حالی که حکومت الکی طول چند سال اخیر محض با بدرقه صنعی دیگراندیشان، ضیائیان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران الکی برای خود راه تقلب هموار کرده است. باید گفت همگان می‌دانیم که پایان این گونه نظر فریبی، مردم فریبی، اسراف بیهوده بودجه کشور و نیرنگ و غرامیگری ها ملت را به نابودی میبرد. اما از همه نگران کننده این است که اکثر مردم بی‌طرفی را اختیار کرده ایم و انتظار این هستیم که کی جنازه کشوری با نام تاجیکستان خوانده می شود.